2 مربع برش بزن. روی پارچه ها روبروی هم. دایره رو بذار و دور تا دورش رو علامت بزن. با سوزن فیکس کن و قسمت هایی که نشونت میدم و دوخ بزن. اضافه هاشو برش بزن. دایره ها رو از هم باز کن و وسطش رو چرت بزن. کارو از قسمتی که چرت زدی برگردون و اتو بزن. هر چیزی که دوست داری بهش منگوله بزنی و بیار، بندو بذار وسط دایره و دوغ بزن. 2 سمت دایره رو مثل من بیارش وسط و جایی که نشونت میدم و دوغ بزن. ببین اینطوری با نخ و سوزن جایی که دوختی رو کوک بزن. نخ و بکش، چند دور بپیچ و محکمش کن. یه همچین چیزی باید بشه. و در آخر قسمت بالا رو برگردون و تمام. منگوله خوشگلمون آماده است که میتونی برای دم کنی، کوسن یا هر چیزی که دوست داری ازش استفاده کنی. این کار رو برای سمت دیگه هم تکرار کن. راستی آموزش این کیسه توی پست قبلی هست. اگه دوست داشتی برو ببین.